حکومت جمهوری تاجیکستان با هرچی زودتر انجام دادن رسمیات معین کردن خط سرحدی دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان منفیت دار می باشد و در صورتی به امضا رسیدن سند ذکر شده از نیز زیاد خط سرحدی دولتی دلیمیتاسیا می گردد. یک نقطه مهمی دیگر را نیز تاکید می سازم که در تمام مدت گفت و شنیدها یعنی طی 19 سال مسئله عوض کردن وارخ با یگان حدود دیگر وجود نداشت و وجود داشتن نمی‌داشت. برای آگفته ایستادم که در رسانه‌ها هر گونه خبرهای برآمده است. این کارها را این مسئله فقط با واسطه حل نمیشه. اون چیزی که کمیسیون بین حکومتی هر دو جانب کار کرده است پای 19 سال خیلی زحمت کشیده. خیلی تجربه مناسبت‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که رابطه با همسایه کشورها باید با در نظر داشتی احترام کامل یکدیگر، تحملگرایی و ارزش‌گذاری با منفعت‌های ملی جانب‌ها برآورده شود. وابسته به این باید گفت که مسئله‌های بحث مرزی و حدودی، موافقه نمودن خط سرحدی دولتی و علامت‌گذاری آن روند مرکب بوده، حل آنها مهلت و زحمت زیاد را تقاضا می‌نماید. شما خب در یاد دارید که حل و فصل سرحدی ما با جمهوری چین چقدر دوام کرد. سالهای شوروی یک طرف، بعد اتحاد شوروی ما قریب 10-20 سال دیگر 500 کیلومتر سرحد را با جمهوری مردمی چین همسایه بزرگ خود حل و فصل نمودیم. طبیعی است که چنین بحث‌ها باید با در نظر داشتی منفعت‌های دو جانبه و در زمینه اساس‌های حقوقی تصدیق شده طرف‌ها حل و فصل شود. تاجیکستان با مقصد حل مسائل موجوده قطعاً جانبدار گفت و شنید و دریافت راه‌های حل متقابلاً سودمند با در نظر داشتی منفعت‌های ملی هر دو طرف میباشد. با استفاده از فرصت بار دیگر به مردم شهر اسفارا و دهات وارخ چارکو مراجعت کرده آنها را دعوت می‌نمایم که با همسایه‌ها در فضای دوستانه و همسایگی نیک زندگی کنند، با صبر و تحمل باشند، با احساسات داده نشوند، زیرا چنین مسئله‌ها نه با احساسات بلکه تنها با راه گفت و شنید حل و فصل می‌گردند.